شدن عریضه نویس خوابگو و خالی کن. از همه استاد گفتم که عذاب دارید. من مجبور شدم گفتم به جناب والی مکتوب نیستم. شما مؤلف چند کتاب؟ چندین قریب 15 تا. قریب 15 کتاب مؤلفش بخونه حالی. آن همین صدبکر سفید ریپورتر اکبر میررجب حافظ خلق تاجیکستان هستم. شما میگم مؤلف 15 کتاب بخونه و در آورد. من این استاد مظفر محیدینов من استاد شش مقام هستم کتابای این آدم من خودم وکیلم. подпис است، مهر است. یعنی با 3 دیپلم امروز شما خانه استقامتی ندارین. اما احوال زندگی میکنیم. درود بیننده عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سلامت هستید. این پارچه ویدیو را از زندگی معلم دیدید که با این همه تجربه کاری چه حال و هوا دارد. ادامه میبینید که معلم در چه شرایط زندگی دارد و چرا به این وضعیت افتاد، کی گناهکار از خودش یا کسان دیگر، چند دیپلم دارد، چه حال و زندگی دارد. خلاصه ادامه کار و زندگی معلم شما با خبر میشوید. و پیش از اون که ادامه ویدیو را ببینید من میخواستم به سهم شما بازم یک اعلان را برسونم که از جانب برادرای ما یک شرکتی است در کشور ترکیه با نام آینده درخشان برای افرادی که میخوان در کشورهای اروپایی ویزای کاری بگیرند کمک میرساند. با مبلغ خیلی کم، همگی با $500 آنها برای شما تمام حجت و کار و فعالیت زندگیتون اونجا درست میکنن. شما فقط میروید کار میکنید. زنگ های زیاد شده از طرف شما، افراد علاقه به این شرکت پیوستن، کارشون ادامه داده ایستادن علاقه. و بچه شرکت به ما گفتن که چند خواهش برای مشتری‌ها برسونید. افرادی که میخوان ویزای کاری به کشورهای اروپایی بگیرن توسط شرکت آینده درخشان در ترکیه باید از 20 تا 45 ساله باشن. طلبات همین گونه است و خواهش کردن که در وقت و ساعت‌های کاری وابسته به کشور ترکیه زنگ زنن که ساعت‌ها در هر جای دنیا کمی یک فرق میکند. برام خواهش میکنم در وقت ساعت کاری زنگ زنید که ایشون توانند با شما در تماس باشن. اگر به زنگ شما همون لحظه جواب دادن نتونستن، پس اونها وعده دادن که حتما دوام هفته با افرادی که زنگ زدن یا پیام فرستادن ما تماس میگیریم حتما. ولی گفتن که برای عوض $500 که از مشتری ها میگیرن اونها چه خدمت رسانی برای شما کرده میتونن؟ دعوتنامه رو برای گرفتن ویزا آماده میکنند. کمک برای جمع‌آوری حجت ها به شما وصیت و مشورت میتونن که حتما کدام حجت ها کدام نسخه چی وضعیت باشد کمک میرسونن. و در اون کشوری که شما من بعد میخواهید اقامت و جای کار داشته باشید کوشش میکنن که برای شما جای خواب رایگان پیدا کنن. خب و در این برابر برای شما جای کاری پیدا میکنن که با انتخاب خودتون البته مزد معاش خیلی کمترین یا میانه تا $1000. خب این خدمت رسانی ها به وظیفه ما نمیدارد، میگن یعنی به شرکت آینده درخشان نمیدارد. یعنی مبلغ جمع آوری حجت ها، شما برای جمع آوری حجت ها اگر مبلغ صرف کنید یا مبلغی که در سفارت برای گرفتن ویزا یا دعوتنامه از شما میپرسن و همزمان مبلغ سفر یعنی چیپته ای که شما تا ترکیه میره و از ترکیه برای کشور بعدی. ولی باز بچه آینده درخشان شما میره در ترکیه برای 1 ماه 2 ماه تا آمدن دعوتنامه یا ویزاتون از کشور اروپا برای شما جای کار مییابند و جای بود و باشتون هم تامین میکنن. البته شرایط عالی نه ولی شرایط میانه. گفتن همون معاشی را میتونن بچه‌ها پیدا کنن در ترکیه که باز چیپته کاریش چیپتهشون تا کشور بعد میرفته شما تامین باشد. در این برابر بچه ها آینده درخشان کاری خیر کردن که از جمع مبلغ هایی که دوام این هفته به دستشان رسید از توسط اعلان های ما و توسط زنگ های شما، یعنی چندین نفر حرکت همکاری شروع کردن، از جمع این مبلغ ها آنها برای ما یک مقدار مبلغ فرستادن و گفتن که اگه دلیل ما با شما خودتون اعتماد داریم شما این کاری خیر انجام دید که به یک نفر نیازمند برده دید. ما تصمیم گرفتیم به همون یک عائله هموطنان آنسوی مرد از افغانستان که آمدن یک عائله‌اش گاه ما براشون مبلغ میدیم، تصمیم گرفتیم که همین مبلغ معینه به دست آنها رسانیم. خب و بعد یک چیز دیگر میخوام برای شما بگم برای دلپوریتون. پیش از اون که شما مبلغی همین $500 درخواستی شرکت آینده درخشان با صورت حساب آنها میگذارن، آنها با شما اول شرطنامه میکنن، دو طرف امضا پچت هست و شرکت رسمی. این در مورد شرکت آینده درخشان از برادر ما در کشور ترکیه بود که برای شما ویزای کاری به اروپا آماده میکنن.
و من باز بسیار خواهش میکنم ویدیوهای ما رو با VPN دیدن کم شده است. من دائم برای چی تاکید میکنم که با VPN ببینید، چون همون مبلغی که ما از ماهای قبلی درآمد میآوردیم که خیلی پایین رفته است، این آشکارا باید بگیم، و این مبلغ ما بیشتر برای کارهای گزارشی و همین گونه سفرهایی که ما داشتیم داخل شهر و بیرون از اون برای همون صرف میکردیم. برای هم خواهش میکنیم که با VPN دوام دیدن رو که تو اینکه همون درآمدی سنتی که از حساب شما است برای ما بیاد و ما کارمون ادامه تیم بعد. و دوستاتون هم توصیه دید که با VPN ببینن، بخصوص افرادی که در فدراسیون روسیه هستن. بسیاری میگن که برای چی با VPN ببینیم؟ برای اون که شما به VPN میبینید داخل ویدیو اگر رکلام پخش نمیشد و محبت دارید که ویدیوهای ما رو میبینید، سپاس، ولی هیچ رکلامی که پخش نمیشد به صورت ما هیچ مبلغی هم نمیاد و برای ما میتونیم کارمون رو ایسا و کم کنیم. متاسفانه اگر شما با VPN ببینید و کشورهای اروپایی و آمریکایی را انتخاب کنید، ما به همون حالت اولا برمیگردیم، حالتی تا جنگ پوتین و اوکراین باز برمیگردیم و آدمو حساب ما سن با کارمون رو ادامه میدیم. باور دارم که شما این و دیگر ویدیوهای ما رو با VPN میبینید. ادامه زندگی معلم رو تماشا میکنیم. این خانه خیلی خاکسارانه ولی با محبت از ساکنانش در ناحیه فردوسی، در ناحیه سینا انیقه شهر دوشنبه است، چون ساکنان خانه قبلا در ناحیه فردوسی در یک خوابگاه اجاره میشتن و معلم اشانقلوف معلم موسیقی هستند، نامزد علم هستند در سمت صنعت، در سمت موسیقی. بله، در سمت موسیقی و کار علمی خودشون در سنت پتربورگ حمایت کردن. صدها شاگرد در کنسرواتوری ملی و این رو در دانشکده صنعت تربیت کردن. ولی معلم ما رو دعوت کردن به خاطر اون که از حال و هوای اجاره خانه شون برای ما معرفی کنن که با گذشت این همه سالها، با این همه زحمت هایی که کشیدن، حتی کتاب هم به چاپ رسوندن، معلم امروز اجاره میشینن و از یک خوابگاه دولتی هم بی‌نصیب ماندن. بیا درد معلم از نزدیک میشنویم. معلم جان، میخواستم یک بار کوتاه میخواستم فهمم که شما چند ساله هستین با اجازه؟ من در ایران سال تولدم 1956 سال 6 مای. چند سال در سمت معارف خدمت کردید برای دانشگاه و دانشکده و کنسرواتوریا؟ ساحه صنعت با از سال 78 سال این جانب من هم ساحه صنعت با کار میکنم. هم خواندم 78 سال 78 هم میخوندم و در شهر خوجند آموزگاه موسیقی با هم میخوندم هم کار میکردم، درس میدادم. شما زاده کدام ناحیه هستید؟ من زاده سابق قانچی حاضرنگی ناحیه دیوشتیش. بحث شما بحث نداشتن خانه است، یعنی منزل است که امروز اجاره میشینید. در قانچی زمین پدری نیست؟ در قانچی زمین پدری است، لیکن در اونجا دادرم مثلا خواهرم زندگی میکنن در اینجا. برای گرفتن زمین نزد حولگی به حکومت ناحیه قانچی بار عریضه کردین؟ چند بار عریضه کردم لیکن ولی زمین من چیز ندادن. کدام سالها عریضه کردید شما؟ عریضه سالی که من میخوندم در همین وقت بود. از دوره دانشجویتون یعنی عریضه کردید زمین نگرفتید؟ شما دوشنبه کجا رو ختم کردید؟ دوشنبه من سال 1985 دانشکده صنعتی فرهنگی با نام مرزا درزاده ختم کردم. از روی کدام اختصاص؟ از روی اختصاص تنبور. تنبور. و بعد کار علمیتون رو در کجا حمایت کردید؟ من کار علمیم را سر کردم وقتی که 2003 سال کنسرواتوری با تشبوسی محترم جناب عالی پیشوای ملت تشکیل شد کنسرواتوری. از 2003 سال کار علمی را من سر کردم. کی در کجا حمایت کردید؟ بعد 2016 سال از سال 14 تا 16 سال با هم اسپیرانتوری دویم بار خوندم و ختم نمودم و در اونجا حمایت کردم. با این قدر تجربه کار و حمایت کاری علمی و این همه چرا تا حال بی خانه و بی در مونده در دوشنبه؟ تا این وقت کجا زندگی میکردید که حالی بی خانه و در اجاره میشنید؟ من در دور کنسرواتوری رحمتی رجمت امیریش 2007 سال با من همون خوابگاه دادن. خوابگاه کنسرواتوری در محله 65 است. ها بله. چون که باید در این وقت کنسرواتوری خوابگاه کنسرواتوری کسی علمایی که بیگانه زندگی میکردن اینجا علمای بیرون کردن و همه جای شکستگی بسیار خراب بود. بعد رحمتی رجمت امیر گفتن که معلم حاضر کنسرواتوری اینقدر که باید مبلغ ندارد که
کند تعمیر کند شما خودتون تعمیر کنید گفتن من با روز شدم 2007 سال 2 ماه 3 ماه قریب همون خوابگاه خودم با مقداری 2000 قریب دلار من تعمیر نمودم. چند در خانه در خوابگاه برای شما دادن؟ اونجا دو خانگاه بود. چی میگه شما مادر جان؟ قرض بود؟ 2000 دلار از من قرض گرفته تعمیر کرده. خب بعد اون خوابگاه شما از 2007 که تعمیر کرده زندگی کرده چی شد؟ حالی کجا است؟ کی گرفت؟ وقتی که من اسپرانتوری تمام کردم وقتی که حمایت برای حمایت با دویم بار رفتم در اون وقت استاد من نخستین اکادمیک روسیه ایگور وладимирович ماتیفسکی بودن. استاد من قریب 4 ماه کاسا شده موندن. больница خواباندن و انسان онкологический دکترخانه بود است. 4 ماه کاسا شدن از سبب همان من حمایت من دیر کرد بنابراین زنگ زدن خط روان کردن که انا دیر کردید شما یو با سبب من دیر کرده که ما شما با معاش دادن نمیتونیم انا شما موقتا باشدم از کار برای خارج شدن عریضه نیستید. اینا کی گفت به شما؟ فراغت عزیزی. اون وقت فراغت عزیزی در کنسرواتوار به حیث چی کار اومدن؟ رکتور بودن. الکی رکتور شدن در این مدت. بعد از راجمت امیرویچ این کس رکتور بودن. خب بعد اومدید شما عریضه نوشتین؟ بعد من در همون لنینگراد بودم. بعد استادم من به مسئله دادن که ما همه خیلی جهاد کردیم ما شما یاردم میکنیم. نهاد گفتن هم استاد شما یاردم نکند. در این باره گفتن نباشد. همون رهبر شما پرزیدنت شما با نیستید مکتوب که نباشه پرزیدنت یاردم کند گفتن. ما همین جهاد شما با خونه افتاد دادیم مقصد مسئله اقتصاد به یاردم کردیم. نهاد گفتن همون نفهمانه شما با خبر رسانن. بعد من همین جهاد فکر کردم و بعد به جناب عالی مکتوب نوشتم که من در همین حالت همون مکتوب من چیز کپیش هست. یک بار بیا ببینه همون نسخه مکتوب بعد ادامه قصه رو باز میشنویم یک جا. چیزی کجا ده هست مکتوب؟ پاپکا گیر. پاپکا اینه. نه آخه دیوا پاپکا است که. Anamın mektup. Aha, این از سنت پترزبورگ نوشته شده. از سنت پترزبورگ. سال 2016 نوشته. 2016 من پیش از آن وقتی که حمایت دیر جواب اومد از طرف حکومت. بعد از طرف حکومت بعد از چند وقتی جواب اومد. خب چی اومد؟ جواب اومد که باید من دانشکده صنعت تاریخ روسیه با من کمک رسانن. چون همه خیلی اختصاص مثلا همه خیلی تجربه ما چیز مطربان کم هستن برای گفتن که بسبب ما که ما با همه خیلی لازم است که همه خیلی سپیشالیست ها گفتن که یاردم پرسیدن که دانشکده صنعت تاریخ روسیه که همین حمایت با یاردم کنن. خب از طرف حکومت چی آمد برای شما برای خوابگاه و خانه‌تان یگان کمک شد که شما را به خانه و در نکنن؟ از طرف حکومت من از سرکرده سود ناحیه، سود عالی، سود کنستیتوسیونی با همه که ارگان من مراجعت کردم لیکن یگان ارگان یا که یگان چیز از طرف بالا من به یاردم نکردم. ولی ما از فراغت عزیزی همچون یک زنی خیلی مهربان رکتور بسیار موفق یاد میکنند و میشناسند در کنسرواتوار. البته چی شد که شما مجبور شدید که عریضه نویسید؟ با سبب عریضه نوشتم که من از وقتی که از سنت پترزبورگ بعد حمایت آمدم رهبریت دانشکده روسیه با جناب عالی رحمت‌الله نوشتم. سببش که وقتی که من Üniversitede Gumanitar Üniversitesi profesörüyüz. Önceki ben vakti ki aspirantüre tamam kardam. Peşas hemoya میگن که üniversitet درباره aspirantüre ختم نمودگیم باید اینو заключение باید کرد بود. در اونجا заключение باید نوشتن که впервые науки музыкальной системы искусства Макома в нашем институте защитился ваш гражданин такой человек гуфта. با جناب عالی رحمت‌نامه نوشتن که هم رحمت‌نامه هست این نخستین اینا مکتوبای دستگاه برای خوابگاه این همه مکتوبایی که حالا اینجا ببینیم یک بار همون سپاسنامه را نشون داد کتاب سپاسنامه‌ای که از طرف دانشگاه به نام پرزیدنت نوشتن همه این کتاب مؤلفی شما است
این کتاب که انا من در حمایه که بعد از حمایه که این کتاب نخستین بار چاپ کردم در من دوشنبه. چند شماره چاپ شدین؟ اکنون این شماره با کم شماره چون که بسیارتر اما خودم اصحاب معاش معاش خودتان چاپ کردید؟ خودتان لیکن اما ریکتری من دانشکده صنعت فرهنگی بر رحمت استاد نظامی با که کمتون یاردم کردن که برای کم نسخه خودشون علیم موسیقی و سمت ششمخون. یک بار بیاید ببینیم که همون رحمتنامه تایی همون با شما دیگه به نام جناب عالی رحمتنامه از روسیه همون میش باشد از نام دانشگاه هاتون این نسخهش در روی کتاب است. وزارت رفتین ببین. خب شما یکم آدمی که کنسرواتور تمام کنید. با فرمان وزارت شما این دانشگاه رفتید؟ ها این دانشگاه با فرمان وزارت هم از بای کنسرواتور راهنما دادن. وزارت فرهنگ اون وقت وزیر کی بود؟ وزیر اون وقت شمس‌الدین اولمبک. ها اولمبک زاده بود. حالا که ببینید شما رحمتنامه هم آوردید ولی چرا از شما عریضه از کار رفتن از کنسرواتور طلب کرده میگرفتن؟ بحثی بغالتر کنسرواتور چی شد؟ من وقتی که ولی اگر خب من میبینم که معلم یکم عصبی هم هستن دیگه. اجازه هست الهه کنم؟ باشد خواهش میکنم. خب بخشش مادر جان میبخشید. شما همسرشونه؟ چند سال شد زندگی داره؟ دادر جان عزیز ما قریب 13 سال زندگی میکنیم. قریب 13 سال از یک لحظه اینا من گیرم یک لحظه. آدم از سالهای دراز در سن پترزبورگ 5 سال همچون عالم اکادمیک پروفسور تمام کرده اومدن معلم دوسنت. انا در فرهنگ چندین سال کار میکنن. در انستیتوت صنعت 10 سال پرستایش کار کردن. در کنسرواتور ملی همچون شاگردای اینا تربیت کردن. لیکن از کار سرشوی اینو انا بغالتر کنسرواتوریا با 2000 تهمت کی مقصد کی تو خونه رو خالی کنو ای خوبو قرض کدوم 2000 تهمت 2000 کی خودشون گرفتن مقصد کرده شما همین اكو مقصد وای کنم که شما خونه رو خالی کنین این آدم کی هستن بوغالتر شوکت رحیمو این آدم سالهای دراز در خدمت بود در سن پترزبورگ. فهمو پس بیاد میخوایم فهمیم که در این مدتی که اینا در پترزبورگ بودن در خوابگاه کی زندگی میکرد؟ در خوابگاه من زندگی همراهی کی؟ خودم توقع همراه فرزندا کجادن معلم؟ فرزندا نایبه. چند فرزند دارین؟ من 3 تا فرزند دارم. اونا صاحب خونه و دری خودشون هستن؟ اینا اونجا با صاحب خونه دارن. یک تاش میخونه. یک تاش میخونه. وقتی که من 9 январи соли 17 اومدم январ феврал март апрел 10 май баъди иди ғалаба 10 мана фарод кардан консерватория бо раҳбари азизӣ баъд Карим Садулло ки буд? Карим Садулло ҳозир проректори оид ба таълим ҳозир он вақт декан буд маслиҳати ҳамон вақте мана фарод кардан ман омадам ба кабинети ректори Фарход Азизӣ то ҳамон 5 моҳ ба ёна ҳаме хеле кор тайёр кардан ки ман вақте ки ман хобгоҳ ба як кас пеши ман биёяд ё ки як меҳмон биёяд ки омад ки биромад ки даромад ҳамона сёмка карда будем вақте ки ман як рӯз як ҳамкурсам омад ман бояд гусӯл кунам гуфта сумкама портфеламто мондам пеши қаролбову номаш қобил аст ҳозирам кор карсодааст меҳмона гусӯл карда то гашта омадама қаровул махсус сумкая гирифта типит карда унҷа ҳуҷҷато ҳастанд флешкарту ҳастанд ҳамаша замин ба типит кардааст дар ҳамин ҳолат ман омадам ман гуфтам ки кӣ кард ин кора ва қаровул гуфт ки тӯҳмат карда маълим худат ҳам кардӣ худат ҳам карда биромада рафтӣ гуфта тӯҳмат кард мобайни ҳамон ба чӣ хел ки ҷанги ҷанҷол шуд анамон вазъият ино махсус одам оварда як муҳаммад гуфтаги шогирд дорем мудири кафедра буд ҳамон телефон кардем ба воситаи чӣ боло ҳамона сёмка кардааст шогирди худатон ҳамон ман вая шогирд ҳисоб мекунам муҳаммад ном дорад яъне худаш рубобнавоз аст ана баъд куҷо ки наравам суди олӣ суди конститутсионӣ дар куҷо ки орган ба кадом чиз ман муносибат накунам муроҷиат накунам мебиёян ҳамон консерватория ҳамон ҳуҷҷатро нишон медиҳад ба хоҳиши худ рафт суд аз хона баровард шумо аризаро ба хоҳиши худатон навиштед манам маҷбури ки маҷбур кард масалан вақте ки ман кабинети Фарход Азизӣ даровардам ино гуфтанд ки шумо ҳамеша мана шумо дар хобгоҳу дар ҷамъият шумо масалан
وای کردید گناه کردید و انا برای همون من سبب من فلان سمادانو شما باید عرضه نویسید با خوش خود اگر با خوش خود ننویسید ما گفت ستای کاش پیش میکنه بعد من گفتم با خوش خود من گفتم نمی نویسم من گفتم با کدام سبب گفتم شما از روی تهمت منو معذور کردید که من دست منو میگه عرضه نیستم بعد وای فرهاد عزیزی خودش هم من عصبش ویران شد گویا که او بلیتی گفته ده 15 کس از کابینیتی پراریکتر اوی تعلیم حاضر در وای کار میکنن اپرات پرزیدنت کار میکنن که فامیلیشون بود سایفیدین نجمیدین ها نجمیدین فنوریدین سایفیدین نجمیدین انا بعد کابینت هوای در آوردن همش یک آوازه گفتن که معلم با خوبی نویسید اگر عریضه ننویسید شما اگر کوم استاتیقات پیش کنید شما اینقدر مهنتتون اینقدر خوندگیتون من شما رحمتنامه آورید به جناب والی همون میسوزد برای هوای با خوبی نویسید بعد همون کامینانتی خوابگاه همون گدایباев رحمت بود و یک بی‌سواد انسان من وای با یاردم کردم کار با داخل کنوندم خوابگاه پیدا دادم لیکن همونا کامینان کردم موندن که بعد مثلا موندن که ما شما کامینان کردم میمونیم شما لیکن با مقصد همون که شما ایشانقلوف از خوابگاه پیش میکنید من سود مروزات کردم بعد از یک سال زندگی کردم بعد از یک سال همون کنسرватория بوغالتر شوکت رحیموف من حیرانم که کنسرватория پراریکتر دارد کنسرватория پراریکتر اوی تعلیم اوی تربیه یا که یوریست دارن یگان کس کاردار نه فقط بوغالتر کنسرватория سود به سود میگرده برای بکدام سبب значит بوغالتر پول داشته است زبانش دراز بوده است کی است نام بوغالتر شوکت رحیموف بعد من که سود به عرضه نوشتم اینا من سود بدادن سودی ناحیه فیردوسی موجود قاسم زاده من قبول کرد گفت که معلم هم من شمی خیلی عرض آمدگی شما باید همون اوردر بیارید و بیارید ما مثلا شما وای میکنیم از خواب بیرون میکنیم من گفتم با کدام سبب گفتم با کی شما سود میکنید من برای سود کردن من باید ادوکات داشته باشم باید پروکورور داشته باشم فقط بوغالتری کنسرватория شوکت رحیم اومده است سودی موجود قاسم زاده هر دوش من باید سود کنم من گفتم که من کسان شدم از بانیسه کپنیسه بودم از تاگ کپنیسه اومده بودم همون وقت اما گپ زدن به مردم ندارم 24 مای بودم 24 سپتامبر سال 2018 از خانه بیرون کردن از خانه بیرون نکردن هیچ چیزی بیرون کردن من روان کردن همون شوکت رحیموف دوتا شناس آدمش هست سودی جاچیا کی بود سفرفو بعد تعیینات سودی اولی برای کنن تعیینات سودی اولی گفتن که بیارید معلم یک دو روز 3 روز پیش من گفتن که روز دوشنبه ساعت 9 با شما تعیینات سودی اولی برای برداشت کردن بکنن بیارید گفتن اگر از ساعت 9 که دیر کردید ما گفتن همه چیز چوره شما میبرارید من با سر سود رفتم تو که من بازداشت گرفتم уже الکی دیر شد من گشته اومدم که الکی درش شکسته چیز چوره من هم زری کنسرватория با چپراسه که شکسته پرتوسی نامشه خوابگاه کنسرватория ها زری کنسرватория من حاضر رفتم میبینید ولی همش در همونجاست در همونجا استاد است چند سال چی در همونجا استاد انم از سال همون 18 که برو وردن از همون چلو تو حاضر همونجا خرافته است فقط من معلوم میکنن که چیز چوره گیر بر بین اونا نیست دیگه چند سال شد 10 سال شد زمین این با معلم ایشانقلوف نبرد بروشا دیگه چی بنویس همه که همون کفر نمیتونه آخه من گوش که آدمی که اینجا پیش کردن کو باید بروش گرسه بره نه ما استودنت بودیم ما رفته بودیم معلم پیش کردن چای معلم نقض بود کو خبر پرسا مقالا میپرسی که کی میپرسی همین 2017 که وای آدمای دیگه تو یافته هم نمیتونی و آدم‌ها اینجا هیچی هم نه من معلم ایشانقلوف استاد که معلم ایشانقلوف استاد عمو خونه ایشانقلوف چی کی بود اینجا برو وردن تمام دیگه هیچی نبود
معلم دویم اتاجدا بودن خطا نکنه. چند سال شد راستگیش نیومدم 17 بود نه 18 بود راستگی 17 بود بخورم راستگی فقط من معلوم میکنن که چیزی چورده گیر بر معلم شما اینجا چند سوم اجاره میسید در این شرایط؟ اینجا روزی که من از خوابگاه برآوردن از سال 18 میشیم از سال 18 چند سوم است؟ 800 سوم ما پول اجاره میدیم. معلم شما این خونه خنکی که اجاره هستن چقدر گرم میکنید اینجا را؟ اما مجبور که یگان چیز پلیته کانتر موندن رخصت نمیدید انامون شمالتی گاز کنم آبگرات میگه بله. انامون احوال خاطر منامون تا حاضر زندگی میکنیم همین نکته. انامون خاطر بعد کارهای علمی و کارهای ادامه درسی تو چقدر تیار میکنید در این شرایط؟ من فقط من بیرون بسیارتر من در دانشکده میرم یا که بسیارتر کتابخانه ملی میرم. معاش چند سوم است؟ مناش من با 1,000 میتیم. 1,000 در یک ماه میرسد برای شما؟ نیمش مثلا کوارتر میتیم. بله. نیمش نمیرسد مجبور هستیم چیکار کنیم؟ من میبینم که اینجا کدام عکس‌های هم در همین خانه فقیرانه تون هست. اگه ببینید که عکسایی که وقتی من استاد شناخته جهانگیر استاد جلیل مراد عبدالشاه شادی این 2008 سال وقتی که شوسکنچه میگفتن همجا برآمد کرده بودیم. انا اینجا برآمد وقتی برآمد صورت گرفتیم. این باران که صورت باشه سال 90 رحمت احمد باقلوف هم برآمد کرده بودن. این شناخته ریسپوبلیکای ازبکستان مناجات یورچی هستن. اونا وقتی برآمد کرده بودیم من همون تنبوری فضل شاه بوفا انم حافظه بود و نواخته بودم. شما تنبور نواخته میتونه؟ البته این تنبور که من از سال 83 تنبوری فضل شاه در دست من است. تنبوری فضل شاه بود. فضل شاه بود. معلم این کتاب هایی که ما بالای این رفچه میبینیم در خانه شما با شما چی داخل دارد؟ میخونید که نوشته یک متشم؟ نه اینا من اساسا من این کتاب های شش مقام من این کونه استادان با باقل فضلوی شونازر صاحب فضل شاه نوشته کتاب هستن. این کتاب های کونه 6 تا من این 6 مقام کتاب دارم من درم کتابخانه خودم. همین یک تاش کتابی شما نوشته اون؟ من این کتاب درباره من اینم از شما کتابی شما؟ من در لنینگراد هم نوشتم به زبان روسی. این یکم است این دوم است. این ضرب دایره سینه خروش. این ضرب دایره را کی نوشته؟ من خودم کتاب. اینم شما نوشته؟ این سینه خروش کی نوشته؟ من از این خودم نوله تنبور در اساس انمان قسمی مشکلات کتاب از روی فرمان جناب عالی از اساس همون کتاب من حمایت کردم. نوله تنبور هم شما نوشته؟ انا من نوشته. من این حافظ تاجیک کتاب رستم دلویف. حافظ تاجیک کی نوشته؟ من نوشته. شما مؤلف چند کتاب؟ چندین قریب 15 تا 15 کتاب. قریب 15 کتاب مؤلفش بخونه حالی. انا من صدباگ سفید رپورتر اکبر میرجب حافظ خلق تاجیکستان هستم. شما میگم مؤلف 15 کتاب بخونه و در آورد. من این استاد مظفر محیدین من استاد شش مقام هستم کتابای این آدم من خودم بکردم. انا من کتاب اساسی آخرین کتاب که رحمتنامه نوشتن به جناب عالی از شهر سن پترزبورگ. کدام گپتون ناتمام در مثلا کدام اوردر کتاب گیره بودین؟ من که همون اوردر داشتم اما سودی فردوسی موجوده قاسمزاده دروغ این طرف سوق بده است این طرف سوق بده است یکم بهانه نیافتو بی اساس هم تو کدام خانه دیگر خانه باید خالی کنن حضور 20 تا با رهبر شفقت رحیمов هم سود اجراچه گابزان کرده سو من تو شما اوردر داشتین؟ دارم خودم دارم. کنی اوردر هم اوردر خوبگاهتون؟ خود میشونده. بله شما بعد تو یافتم من. بله. انا بعد سودی فردوسی سودی کاساسیونی به دادن. سودی کاساسیونی هم اول طرف من گرفت. بعد بهانه کردن که اوردر به شما خط بدید و اویلاتون نبود از گفته اینها هم کارا خوابوندن. سودی اول سودی کاساسیونی همش با من غیر قانونی حجت نشون دادن. گوجه کردید همون حجت. انا من احوال با من گپم چالان اومد همون استاد ظفر نوزومیف یک آهنگش کمتون نواخته میچم. تو نواختن مدرجه اوردر میوان ما میبینیم. کوتاه‌تر نوازم. کوتاه‌تر. کنی اوردر. فایده شد. بیاد برو. اوردری خونه هستن یک بار کوشه در نشه. خواهش میکنم. بخشش. مالی. اوردر که شنوشن بر نوازش گوش میکنم. اوردر دیپلمش نبود. دیپلم بعد. یک لحظه وزارت فرهنگ کنسرواتوری ملی از 16 2014 معلم خوابگاه
номери 5-4 ҳуҷраи шумо аст? آه. раиси кумитаи итtifоқи касаба имзош аст. ин кадом муаллим аст? баъд ана он тараф Эшонқулов این علیش میشد اردن چند سال پس алиш мешад. саломат бошанд. хоб муаллим ҷон биёд як бор аз устод Зафар Нодим дар ин миёни ҳама гирӯдори зиндагӣ ягон чиз бишнавем. البته الهو ارواح ظفر ناظم شاد شود. من چند سال که خواندگی باشم بسیارتر همان آهنگ اینا نسخ قبول کردن در شهر سنت پترزبورگ. بسیار سیمپوزیوم و بسیار کنسرت ها برآمد. ببخشید کوتاه‌تر نوازم که چون این بسیار از وقت شما نگیرم. سه دیپلم داره شما مالی. بخیر آدم به خونه به درمانه. بیاید یک بار بخشش. شما یک بار اینا رو من دیپلم رو خودتون معرفی کنید یک تا. من امان از سال 76 که من در شهر خوجند در آموزگاه خواندم با کلاس تنبوربا. هنی یکم دیپلمم. آنم یکم دیپلمم الان می باشد. این یک بار این طرف نشون این طرف. حاضر. خب این اینستاگرام باشد. دیپلم اشونقلوف مراد سال 1980. آموزگاهی موسیقی در شهر خوجند به نام صادقان حافظ. دویم دیپلمم. دویم دیپلمم این از سال 80 این دیپلم که سال 85 تمام کردم. این شعبه موسیقی شهر 6 مقام کلاس تنبور. اینا بعد شما از نو گرفتید این دیپلم به نزدیکی؟ این دیپلم که وقتی که من دیپلم که باید کوچانیدم از کفتر اما گم شده از دیگر گرفتم. دوپلیکات انا این دیپلم انامون این سرخ میاد که کبوت نه این دیپلمی من روسیه. روسیه برای دیپلمی که کاندیدات نوک همان دانشکده صنعت تاریخ روسیه. یک بار داخلش کشین با اجازه. اشونقلوف مراد سال 2016 подпис است، مهر است. یعنی با 3 دیپلم امروز شما خانه استقامتی ندارین. اما احوال زندگی میکنیم. همین احوال زندگی میکنیم. یک تا نوازش دوتار هم میتونیم بشنوید در این میانی گیرو. خواهید دوتار خواهید تنبور مرا. کدامش انتخاب میکنید؟ من به فرقش همش گویید. چون که من چندین اسبابی که موسیقی تاجیک می‌نوازم. چند اسباب نواخته میتونید؟ قریب 10-12 اسباب. 10-12 اسباب نواخته میتونید. بسیاری ها با این هنری که دارن یک لحظه بسیاری با همین چند اسبابی که نواخته میتونن توی میگردن و زندگیشون رو پیش میبرن. شما نتونستین در این مثلا؟ در این مثلا پیش میرفتم لیکن حاضر که شرایط کم است بعضی شاگردان من تحریم میکنن که کم من کلانی بنوازم. وقتی که مثلا زخم میشد کو میرید کم خیرات که همون است. اگر نباشد این حاضر اما ریسک همون بود است. ریسک صنعت نامزد علم مؤلف 15 کتاب دارای 3 دیپلم در توی کلارنت مینوازه. البته زندگی برای میگن که اگر زمان با تو ننگرد تو با زمان نگر. بیاد من با شما من آهنگ کلاسیک من راست می‌نوازم. من شش تا اینجا استول یک استول نیست. من اینجا شنیدم. نه بولانی کوتاه. هم تو می‌نوازم. آهنگ چرگا.
تشکر دستتون درد نکنه ولی جون زنده باشین. از فضلالدین شهابوف کدومش بود؟ فضل شهاب و تنبور همین تنبوری فضلالدین شهاب بود. از سال 83 تا اینجا در دست من است. معلم جان شما گفتید که در رادیو هم خونه رادیو هم کار کردین؟ من همون از سال بعد از ختم دانشکده با راهنما دادم منبع در انسان شاسمخان تا 1992 سال اونجا کار کردم. اونجا از حساب خونه رادیو مثلا برای شما خونه استقامتی نداده بودن؟ منبع همون وقت سال همون 90 در از ظرفشان منبع خانه داده بودن. چند خانگه بود؟ 4 خانگه بود. خب وقت چند سال که ما استفاده کردیم بعد وقتی که من احوال که وضع میشد جنگ و سر شدم بعد اقشاق پدرم اومدن رحمتی پدرم و خبر بدم گفتن که مادرت کسل بیتاب است و با یکم قشلاق میریم گفته من نبودم کار بودم بعد کار بیام که پدر خانه فروختیم. خانه را فروخته پولش چیکار کرده در اون سالهای جنگ؟ بعد پدرم گرفتن قشلاق رفتیم. قشلاق برفت. دیگه همون وقت باز دیگه به خانه مونده بعد دیگه خوابگاه و در پرافسایز چیکار کرده شما؟ من در پرافسایز من هم وقتی که دانشکده صنعت کار میکردم از سال 92 تا 2003 تا کنسرتوری تشکیل افتادم من در دانشکده صنعت فرهنگ و بودم من رئیسی پرافسایز بودم. شما نباشم وقتی که سال 92 ده رفتید بعد که خیلی کوتاه با اومدید شهر. بعد قشلاق پدرم منو بردن بعد 2 ماه 3 ماه که شد که من اونجا یگان کار کردن نمیتونم رحمت مادرم گفتن که خطا کردیم مونیت مصابت دو چیز که بازگشته رو انا که بعد وقتی که آمدید از حساب دانشکده صنعت خوب دیگه دوره جنگ بود دیگه از اونجا دیگه خانه گرفتن نتونستید؟ نتونستم. معلم شامخولو 3 دیپلم مؤلفی بیش از 10 کتاب نزدیک 15 کتاب نزدیک به 10 اسباب موسیقی مینوازید چندین شاگردا تربیت کردین و در این سن سال میگین که به خانه استقامتی موندین. یکم خواهش و درخواست دارین شاید که گوش کنین شما که بیرون از نوار گفتن میخوام پیش نوار دا بگین. البته من خواهشم همین که از راهبریت پروست من میخوام که اقلا همه که مهنت همه که صنعت همه که هنر قدر کند و اما وقتی که من همین 30 سال به در آمده من توکم کوارتر به زندگی میکنم مثلا همین که یک همون مسئله استقامت به من به همین یاردم کنم. کی را در نظر دارین راهبریت گفته؟ راهبریت برای من آخه که راهبریت یکم از همون راهبری که جای کارم بعد راهبری مثلا رئیس شهر راهبریت که همون بفرم که نیتم همون
نهاد همیشه قدر اگر اینو نکنن ممکن که جناب عالی قدر میکنن. پرزیدنت کشور در نظر داره. چون که این انسان مثلا پیشوای ملتن چون که من اگر بفکرم که من جناب عالی من خیلی علمای صنعت علم با قدر نکنن بعضی راهبرا بفکرم که قدر نمیکنن. اوچه شما همراه معلم چند سال زندگی کردین؟ ما قریب 13-14 سال میشد که هم زندگی داریم. از هم خوابگاه سر کردن. از خوابگاه. یعنی پیشتر معلم همسر دیگر داشتن؟ فرزند داشتن همسر دیگر؟ همسر دیگرشون کجا بود معلم همسر دیگرتون؟ وقتی پیشتر جدا شده در وقت جنگ خانه‌اش فروخته رفته. بله. معلم مادر جان این که معلم این قرار سر سال به خانه و درماندن شما در پهلوشون ایستادین خسته شدین یا نه؟ بله خسته میشه از بخونگی دودر جون این عذابی کشیده است در لنینگراد کار و فعالیت کرده. یکم آدمی که از کنسرواتوری ملی رفته تحصیل خود رو در سن پترزبورگ در وقتی پیرانسالگیش پنسه برآمدنش حمایت کرده اومده. با فرمان وزارت با چی رحمتنامه جناب عالی آورده در این حالت از ما به خانه بیدر در کوچه در وضعیت وضبینیم. خواهش میکنیم که اکا همین معلم در وقت همین پیرانسالگی پنسیونریش به یگان خانه وارد گردونن یگان منزل استقامتی یاردم کنن. از جناب عالی محترم امام علی رحمان ما خواهش داریم که به همین آدم یاردم کنن. در خاتمه من همین میخوام که نیت من همین که آرزوی همان حواس من همین که در همین کتاب را من همین جناب عالی با سپردن میخوام چون که این کتاب از روی فرمان جناب عالی به چاپ آمده است. برای این خاطر در اینجا من میخوام که همین چندین سال که نیت دارم بعد از همین لنینگراد آمدن همین کتاب دستشون با سپردن آرزو دارم. بیننده عزیز این یک لحظه صحبت ما با معلم اشونقلوف و همسری آنها بود در همین یک خانه خیلی خاکسارانه چند به چند است اینجا خریب 3.5 به 4 به 5 میگونه 3 به 3 میگد معلم خودشان اینجا خوراک میخورن اینجا لباس میشوین اینجا خواب میرن اینجا معلم درس تیار میکنن تمام زندگی در همین یک خانه نمناکی همگی 3 به 3 در اجاره با این همه تجربه با 3 دیپلم با بیش از 10 کتاب با بیش از نواختن 10 اسباب موسیقی آماده کردن صدها شاگرد حالا ما نمیخوایم کسایی را طرفایی را گناهگار بگیم که نمیدونم کی معلم به خانه کرد به خوابگاه کرد یا معلم در این مدت چرا درباره زندگی خودشون فکر نکردند و صاحب منزل شوند یا که معلم چرا در زمین پدر در قونچی نمیتونن با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت با زمین نزد حوالگی تامین شوند. این همه بحثا خیلی زیاد است ولی همین حالا خواهش میکنم از افرادی که در شهر دوشنبه مسئولن یا از صاحبکارایی که میخواهند دستی کمک دراز کنن به معلم اشونقلوف خواهش و درخواست آنها و همسرشون برآورده کنن هر نفری که مسئولیت دارد و یا خواهش و امکان دارد. من واقعا دوام 1 ساعتی که در این خانه مهمان بودم گریه گلوگیرم کرد این آشکارا میگم هرچند خودم بسیار خواستم بدارم ولی گاه زندگی انسان محتاج خاکستر میکند و حتی از خاکستر هم بدتر متاسفانه. خدا کند که معلم به آرزوهاش برسد صاحب یک منزل استقامتی در وقت پیرانسالیش در شهر دوشنبه باشند و ما دیگه این اسبابای موسیقی که مینوازند معلم آهنگای شاد بنوازند دیگه. آهنگ شاد مینار بود یا مجار معلم؟ آهنگای شاد مینار است یا مجار؟ آهنگ شاد مجار است. مجار معلم خدا کند که آهنگ مجار بنوازند دیگه. این لحظه های زندگی معلم دیدید که خیلی حزن انگیز بود و ما دیگه حرفامون گفتیم چون این شرایط و زندگی خیلی متاسفانه زیاد است مردم زیاد می نویسند زنگ میزنن من به تنهایی نمیتونم به همه رسیدگی کنم وقت شرایط امکانیت نمیدید. خواهش میکنم از شما که ویدیوهای ما را این و دیگر ویدیوها را با وی پی ام ببینید بسیار خواهش میکنم و از شرکت آینده درخشان که در کشور ترکیه برای ویزای کاری تامین کردن به کشورهای اروپایی برای شما خدمت میرساند استفاده برید. من رقم تلفن و سراغشون در جای شرح بیشتر یعنی اپیسانی میگذارم چه شرایط دارد ما در قسمت اول گفتیم و باز بچه برای شما خدمت میرسانند حتما. بازم نوروزتان مبارک باشد.
бо VPN диданро фаромӯш накунед. Падруд, то дурудҳои дигар.